سلام بچه، خوش اومدید به یک ویدیو که البته نمیتونم بگم ویدیو، اصلا جنبه فان خاصی نداره و اومدم یه چیزی رو بگم. قراره استریم رو شروع کنم. البته فکر کنم زمانی که شما این ویدیو رو ببینید استریم رو من شروع کردم فکر کنم و تا سه تا اول رو گذاشتم. لینک استریم رو توی دیسکریپشن قرار میدم، حتما توی دیسکریپشن هست لینک استریم داخل آپارات. کارهای دونیت و اینام انجام میدم. قرار نیستش که توی یعنی ویدیو یوتیوب کلا کنسل کنم، ویدیو یوتیوب هم پای خودش سرخواه و اومدم یه اطلاع ریزی بدم درباره این موضوع که میخوام استریم هم شروع کنم و اینکه احتمالاً متوجه شدیم که صدام هم چقدر بهتر شده به خاطر میکروفون. خیلی نمیدونم حالا دقیقا معلومه تو ویدیو یا نه، میکروفون جدیدم گرفتم، نمیدونم آنباکسش هم گرفتم ولی نمیدونم بذارم آپلود کنم توی یوتیوب یا نه. اگرم براتون سوال شده که این پشت چیه، این پشت مپ هاردکورمه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. استریمو حتما هر هفته حداقل 2 تا الی 3 تا استریم داریم، شاید هم به بالا، حداقل گفتم 2 تا الی 3 تا و همین دیگه. تا ویدیوی دیگه فعلا میبینمتون. Fearless.